ما درود خدمت دوستان عزیزم، رفقای گلم. خیلی مخلصم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم چالش بزنیم انشالله. حالا دوستان سیزن جدید کلش رویال آغاز شد. تقریبا یه 5-6 ساعتی میشه که اوکی شده و آغاز شده. سیزنش اتال آف تیبز هستش. امروز آغاز شد. انشالله تا 28 روز این سیزن هستش و انشالله که بتونیم استفاده کنیم و کارتون ارتقا بدیم. ترکیب امروزمون والکیری ویزارد، آیس گالم و رم رایدر و تامبستون and the log and the freeze the witcher اینا هستن. حالا خب پیشنهادی داشتی، ترکیبایی که دوست داشتین حتما تو کامنت ها به هم بگین. حمایت کنین، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زیادگویی نکنیم. بریم دنبال یه چند تا مچ که اوکی باشیم و لاو بچک کنیم. بریم بخلصیم رفقا. حالا کسایی که کلش بازن خودشون میدونن دیگه، رفته کاپ میره بالاتر، بازی کردن هم سخت‌تر میشه. یعنی اون واقعیت مسئله ای که هست. مثلا من خودم به شخصه چسبید دمیج بعد خوردیم. خوشبختانه لولش کمه. لولش کم نبود یکم داستان فرق میکرد. رم رایدر زدیم. وای یکم زدی داره دیگه. این ترکیب هم یک کوچولو از ترکیب قبلیم ضعیف‌تره. حالا ویدیو اولم اگه دیده باشید مگانایت داشتم. مگانایت خیلی ترکیب استحکامش رو بیشتر میکنه دیگه، خودتون میدونید. ولی خب این ترکیب هم یه نقطه قوت که داره، ویچر داره. ویچر خودش میتونه جذابیت رو بیشتر کنه، میتونه یه کوچولو اون جلوشو بگیره. یکم زدی داریم. آره یادم رفت اون تابرامو عوض کنم. تابرام یکم نامتعادله، به بازیم نمیخوره، کلا به ترکیبم کلا نمیخوره. پکا زدیمش یه کوچولو. دوتا زد، خوبه. یه کوچولو. آره الان میزنه. اوکیه. آره حرکتش کردی، خدایی حرکتش کردی دیگه. یه دمیج فوق‌العاده دادیم ها بهش. خدایی حرکت اوکی بود. خب اِوولوشن والکیری هم اوکی شد. یه حمله اساسی بریم دیگه. این فکر میکنه میتونه بزنه ها، ولی نمیتونه داداش. خیلی زدم. البته تو هم یه کمی زدی، ولی خب زدی من بیشتره دیگه، خودت میدونی. یعنی اینو میذارم اینجا، خودت حسابشو برو دیگه. رم رایدر اصل کاریه دیگه. رم رایدر که هست حل میشه همه چیز. به نظر خودم که رم رایدر اگه تو این ترکیب نباشه کل ترکیب به فناست. طرفم بد بازی نمیکنه ها، بازیش خوبه. متاسفانه یه دونم زد پیکا به ویچ، باعث شد که من یه دونه تقریبا یکم اکسید کم بیارم. ولی بهتر الان یه دونه این بندازیم تا اون بزنه. ما اینو بندازیم اینجا. نتونست. آره چسبید. آره چسبید. یه دونه زدیم. آقا من اینو میزنم، 100 میزنم اینو. تا حالا خوب رفتیم جلو انشالله. خیلی ناهماهنگی داره، خیلی تمومه. یک کوچولو احتمالا وقت اضافه سومم برسه دیگه. نمیدونم دیگه. میزنه اونو میزنه. اوکی بریم.
حالا یه دونه آیس اسپریت. نه نشد. خوب جای انداختم. خوبه. رفتیم جلو. آقا میزنیم این بار دیگه میزنیم. رفتیم به سیم آخر بزنیم. رفتیم آقا. بد جای انداخت تسلا رو، بد جای انداخت انصافا. خیلی خودشو جر میده که بتونه بزنه. نه نمیتونه، به خدا نمیتونه. توانشو نداره، به خدا توانشو نداره. نمیتونه. به نظر خودم که نمیتونه. به نظر خودم که ترکیبشون قابلیت زدن رو نداره دیگه. یکم اینجا کم آوردیم ولی اوکی. تمام آقا، تمامه. خودشو خیلی جر داد ولی آخر دیگه نشد دیگه. ولی خیلی پایا پای بود. طرفم خوب بازی میکرد انصافا. طرفم پلیر خوبی بود. خدا رو شکر زدیمش. کاپ 4110 هستیم انشالله. خوب داریم پیش میریم. اما برای تنوع یه دونه 2-2 بزنیم. من خیلی عاشق 2-2 هستم. 2-2 هستن. حالا اینجا کاپ دارم. ببینید کاپ هایی که گرفتم. این قسمتی که هست 244 تا وین 2-2 دارم. تا حالا که مثلا بازی کردم خیلی 2-2 دوست دارم ما بازی میکنم. یعنی وقتی کلش میام مثلا شما فرض کن 10 تا 2-2 میزنم، 2 تا مثلا کاپ میزنم. خیلی خوشگل، اصلا خوب درست کردن 2-2 هاشون. بریم یه 2-2 بزنیم. حالا ترکیب رو میخوام عوض کنم. دوستان این ترکیب خودش ترکیب اوکیه به نظر خودم. ولی به نظر خودم به جای هانتر فایرکرکر بذاریم. فایرکرکر به نظر خودم بهتره. بریم یه دونه اوریجمون هم 3.6. یه بتل خوشگل بزنیم رفقا. حالا به نظر خودم اگه اوکی بودین حالا حمایت میخوام ازتون. واقعا حمایتتون انرژی بخشه و کامنت هایی که میذارید و لایک هایی که میکنید واقعا ادامه راه هم فوق العاده کمک میکنه، انرژی بخشه. ممنون که هستید، مرسی. یه مگانایت خوشگل میریم اینجا. اون فایرکرکر کارو داره خراب میکنه، واقعا کارو داره خراب میکنه. میدونید الان باید بمیرید دیگه. آره تمومه. مگانایت چسبید. آره تمومه. مگانایت چسبید. یک کوچولو دمیج هم داد. خوبه. رفقا حالا گالما رو بندازیم ببینیم لاگ داره یا نداره. لاگ چه نداشت؟ ارو هم نداره آخه. ارو هم نداره، لاگ هم نداره. بیا جلوی کم. ولی یک کوچولو زدیم. ما خیلی زدیم. اونا خیلی اصلا زدی داریم. حالا نمیدونم ترکیبشون کامل مشخص نیست. من اینو میدونم که فایرکرکر 100% دارن. گالم بند هستن همشون. زدیمش دیگه تمومه بابا. اوکی بس. حرف میطلبم من. کی میاد بیا بزنیم. اصلا دوستانه ها. اصلا من کلکلینا نیست ولی خب خیلی وقت من کلش بازی میکنم. نگاه به کاپ و کوپ هم نکنید. خیلی کلش بازی کردم قبلا ها. اصلا بچگیم و نوجوانیم و اینا همش تو کلش گذشته دیگه واقعا. حالا یه چیزی بگم. من که قبلا بازی میکردم خودم زیاد کاپم اوکی نبود. یعنی مثلا تا کاپ 4000 تا حالا نتونستم برم. مثلا نرفته بودم. الان که رفتم اوکیه. یعنی مثلا میتونم بگم که
خیلی خیلی آدم رفته رفته تجربهش زیادتر میشه، میدونه که کجا باید مثلا چه کارتی استفاده کنه، چه ترکیب‌های، اصلا ترکیب شناسی یه دونه خودش معقوله دیگه معقوله‌ای که باید بشینی و بخونی و تجربه کنی و تا تجربهش نکردی خودش یه عالم دیگه است. آقا این بتل هم زدیم، خوشگل بود، دیدی اصلا راحته، میدونی اینا همش میتونی زیادگویی نباشه ولی خوب همش برمیگرده به اون جایی که مثلا ترکیب باید خوب باشه، ترکیب اوکی باشه، ترکیب دفاع کننده، حمله کننده، همه خوبه مثلا اونا رو داشته باشه. اگه همش داشته باشه اصلا نگرانی درباره مثلا این نداری که مثلا بری تو مچ همش شکست بخوری. کاپت کامش میره بالا. آقا ترکیبم ببینید، ترکیب ما یکم زد بود براشون. حالا اونها مگانایت داشتن، نمیدونم چرا مگانایت رو ننداخت. اگه مگانایت رو منداخت یکم یک کوچولو کار ما سخت‌تر میشد. آقا میخوام یه دونه چالش باز کنم، گرند چالش. حالا گرند چالش 50 میزنم این سال. اول گل بگو زیمبابوی ریکت. لیتس گو. گرند چالش 50 بزنیم. ترکیبمونم فکر کنم اونجا انتخابیه. آره انتخاب بکنیم. اوریج رو میخوام یکم کمتر بذارم، چون اوریج اوف مگانایت رو برداشت بر خودش لامصب. حالا که مگانایت رو گذاشته بر خودش من تام رایدر رو بردوندم. حالا رم رایدر خوبه دیگه. البته یه دونم اینجا ویچه. آره کونت میسوزه. خودشه. نمیتونه داشت، این نمیتونه. حالا یه دونه تصمیم خوبی هم گرفت، البته من خودم لاگ هم میتونم بردارم، لاگ که نداره ولی آیس میتونم بردارم. آیس برداشتم، تسلا برداشتم، ماینر برداشت، تسلا برداشت، یه کوچولو زدی داره ها. آقا یه دونه باید نیروی گوی برداریم، قوتمونه نشونش بدیم، نیروی قوتی. اوکی آقا بریم. کاش دارک پرنس رو برداشتم. آره دارک پرنس اون برداشت متاسفانه. یه اینو برمیدارم. آره یه دونه مونده، یه فکری بکنم ببینیم چی میاد برای. یه کوچولو زدی داره اون خیلی زد لامصب. مورتار بردارم، چی بردارم؟ مورتارم نمیشه آخه. اینو بردارم. اسپارکیو میندازیم، بریم اسپارکیو در مقابلش فکر کنم مگانایت بندازه. نه مگانایت ننداخت، ولی منم اینو دارم دیگه لامصب، من خودم این کارم. برو گم شو. آره تسلا رو انداخت. حالا میزنمش لامصب رو میزنم، نگران نباشید. اوکیه یه دمیج خوشگل بزن لامصب. خودشه لامصب، زدیمش. اشتباه کردیم ولی نباید. رویال هوک جوی نمیره ماشالله. آقا اسپارکیو میندازیم، این ماینر رو پدرشو دراره اینجا، زیاد دور نکنه. برو گم شو پسر خوب. همش منتظر مگانایت بیاد لامصب. مگانایت جوری اوکی اصلا بیا بابا برو گم شو، نمیتونی بزنی. بازم تسلا میندازه. نه این بار اشتباه کرد، اشتباهی بزرگی کرد، چسبید. رم رایدر چسبید، دیدین اشتباهشو؟ البته اشتباه هم نیست، یک کوچولو هم ترکیب من زده شه هم ترکیب اون زده منه.
اینجا معمولا اینجور ترکیبایی که تقریبا ضد همیم، مهارت بازی کردن، مهارتی که مثلا طرف بتونه بازی کنه، این مهمه. واقعا الان مهارت بازی کردن خیلی خیلی مهمه. مخصوصا میتونم بگم که او اسکلت هم داره لامصب، یادم رفته بود. میزنمش، اونم میزنم، نگران نباشید. میزنمش. اسپارکیو بندازم تمومه آقا، تمومه. یه دونه بزن. آها خودشه. یه دونه هم بزن. آفرین، خودشه. زدیمش آقا، زدیمش تمومه، زدیمش. شروع دفاع بکنیم هم حله. از اینجا تام رایدر بچینیم. نمیتونی داداش، نمیتونی. جرزه شو نداریم، جرزه میگیم بهش. جرزه. آره جرزه شو نداریم. اوکی بریم، رفتیم آقا. داداش نمیتونی باشه با دولانم. رفت، تموم. اینه بتل، اینه قدرت آقا، تمومه. تشویقم بکنیم دیگه، زحمت کشید. خوشگل بود رفقا. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه. خیلی خیلی مفتخرم که تا آخر ویدیو همراهتون بودم. انشالله که نگاهی گرمتون موجب بشه که پیشرفت کنیم، بریم جلو، با هم حال کنیم، چالش بزنیم، دوئل بکنیم. و حتما هم یه دونه کلنی که من توش هستم کلن پادشاهانه. حالا کلن خوشگلیه، کلن سر و صداداری زیادی نیست، مثلا 15 نفر 20 نفر توش باشه، ولی خب کلن بدی نیست، بد نی، مثلا خوشگله، بد نیست. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی انشالله شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. انشالله که همیشه سربلند و سرافراز باشید. هر سوالی هم داشتید در مورد کلش، در مورد دک ها، در مورد دوئل ها، در مورد چالش ها و پیشنهاداتی که فوق العاده پیشنهادات بهم کمک میکنه که در ادامه راه ویدیوهای مختلف و جذاب براتون بسازم. مخلص شما، فعلا.